گرفتن زن دوم به رضایت زن اول به اجازت زن اول به اجازت زن اول اجازت است. حالا به نقطه نظر اسلام هم از روی فطرت انسانی ببینیم کدوم زن اجازت میده که شوهر زن بگیرد. اصلا وجود نداره. قصه هست بگذار بگم. واقعیت هم هست. در عصرهای گذشته شاهی چند زن داشتن و ملکه دیگر زن کلان دویم در مملکت هیچ کس زن نیست دیگر قدر زیاد کرده مجبور کرد میگه که سروزیر مهلت باید که زن دیگه بگیری. حیران میشد شاید در اونجا یعنی عادت نشده بود میرود بسیار زیق و ملال به خونه‌اش زن میگه که سروزیر چی خبر است؟ میگه که شاید علم گفت که زن دیگه نگیری از وظیفه آزاد میکنن. خیلی میگه که سروزیر همین 100 میلیون آدم زندگی میگن همه سروزیر نیست که مالش بسپار وظیفه رو زن نگیر. بعد یاد از فیزیکترش هم بعد از این حالت میگذارد شو میخیزوند سروزیر میگه سروزیر مسئله زنگیری چی شد؟ میگه شوی علم تیار دیده ایستاده میگه تا آخر ماه مهلت اگر زنی دوم نگیری دور میکشم. میره باز خفتر زیقتر میره پیش زنش خونه‌اش زنش میگه که سروزیر شوهر بود چی خبر است زیق میگه که شو حکم رو اگر زنی دوم نگیرم دور میکشم. میگه خیلی شوهر سروزیر شهید میمیری هیچ گم نداره. یعنی با مردن روزی میشه با مردن شوهر روزی میشه دیگه با زن گرفتن طبیعتی زن است یعنی طبیعتی خوب. در برابر این شریعت اسلامی یعنی با در نظر داشت فطرت انسانی شریعت اسلامی اجازت زن اول رو به نظر گرفتگی نیست. عدالت رو اساس زندگی گذاشتگی هست که باید عدالت شود اما اجازت رو شرط گذاشتگی نیست.